درود بر شما، به گذرگاه تاریخ خوش اومدین. امروز میخوام با همدیگه در این ویدیو فهرست سلسله‌های ایرانی رو از آغاز تا اکنون به طور خلاصه با همدیگه بررسی کنیم. اولین دوره باستان میشه که شامل حکومت مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان هستش. بعد از حمله عرب مسلمان، ایران سلسله مستقلی نداشت و زیر نظر حکومت عرب مسلمان بود که این حکومت‌ها شامل حکومت خلفای راشدین، امویان و عباسیان می‌شدند. بعد از این دوره ما تلاش‌های سلسله‌هایی رو برای استقلال ایران می‌بینیم که این سلسله‌ها شامل سلسله‌های طاهریان، علویان، آل بویه، آل زیار، صفاریان و سامانیان هست. در ادامه ما به سلسله‌های ترکی ایرانی میرسیم که شامل سلسله‌های غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، سربداران، ایلخانان، تیموریان، قراقویون‌ها و آغویون‌ها